هواپیمای سابق پرزیدنت مکزیک تمغه بوینگ 787 که ماه پیش از جانب تاجیکستان و به احتمال غالب برای پرزیدنت این کشور امامعلی رحمان با نرخ 92 میلیون دلار خریده شد، نیمه دوم روز 14 ماه سال 2023 از فرودگاه شهر سن برناردینوی ایالات اریزونای آمریکا به پرواز خسته صبح 15 ماه به دوشنبه رسید. بوب آلن، یک مسئول شرکت نماتیک اویشن گروپ، روز 14 ماه با نشر چند عکس از فرودگاه سان برناردینو خبر داد که هواپیما برای پرواز آماده کرده شده است. این هواپیما به تاجیکستان فروخته شدنش در فرودگاه سان برناردینو قرار داشت و در این مدت شرکت نماتیک اویشن گروپ که به سنجش آزمایش، نگاه بین و رنگ و بار هواپیما مشغول است، آن را از نو رنگ و بار کرده به هواپیما رمز و نشان دولتی تاجیکستان را چسباندند. رمز و نشان دولتی در هواپیما بیانگر آن است که آن را پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان استفاده خواهد کرد. امامعلی رحمان که 70 سال دارد و از پایان سال 1992 اینک بیش از 30 سال باز بر تاجیکستان رهبری میکند. تا کنون سفرهای خود را توسط هواپیمای مخصوص شرکت سامان ایر انجام میداد. رادیوی آزادی با تکیه به معلومات پایگاه فلایت رادار که پروازها در سراسر دنیا را لحظه به لحظه پیگیری میکند خبر داد که هواپیما با رمز AU001 از سان برناردینو به پرواز آغاز کرده ساعت 7:36 دقیقه صبح 15 ماه در فرودگاه بین المللی دوشنبه نشسته است. آسیا پلوس نیز با نشر عکس‌ها از فرودگاه دوشنبه خبر داد که هواپیمای پرزیدنتی که در عوض قریب 92 میلیون دلار از مکزیک خریدند صبح 15 ماه به پایتخت تاجیکستان رسید. خبرگزاری اضافه کرده است که تا کنون مقامات تاجیکستان خبر خریداری هواپیمای پرزیدنتی مکزیک را یگان نو شرح ندادند. خرید هواپیمای پرزیدنتی از مکزیک با قیمت 92 میلیون دلار در تاجیکستان موجب واکنش‌های گوناگون را برانگیخته است، در حالی که طرفداران حکومت خرید چنین هواپیمای گرانبها را باز یک نشانه رشد پیشرفت کشور و برای بالا بردن ایمیج تاجیکستان به خصوص حکومتش مهم می‌شمارند. منتقدان میگفتند که کشور فقیر به مثل تاجیکستان که 92 میلیون دلار را میتوانست برای کارهای مهمتری به مثل بنیاد کارخانه نو و تأمین مردمش با جای کار خرج کند. از جمله به این نقطه اشاره میشد که مکزیک با وجود آن که یکی از اقتصادهای بزرگ دنیاست و مجموع محصولات داخلیش سالانه قریب 1.3 تریلیون دلار را تشکیل میدهد، از استفاده چنین هواپیمای گرانبها دست کشیده با پول آن میخواهد در دو ولایت فقیر گریرو و اوخاکا بیمارستان‌های زمانوی بسازد. ولی تاجیکستان با آنکه حجم اقتصادش سالانه همگی نزدیک 9 میلیارد دلار است، یعنی 150 مرتبه ضعیفتر از مکزیک است، با 92 میلیون دلار برای پرزیدنتش هواپیما میخرد. مقامات تاجیکستان تا حال خبر به 92 میلیون دلار خریدن هواپیمای پرزیدنت مکزیک را شرح ندادند، ولی باور می‌رود که این هواپیما را مخصوص برای انجام سفرهای پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان خریداری کردند.